ضربه ایستگاهی امروز با همیشه فرق داره. از 3 تا نقطه پشت محوطه کاشته میزنیم ولی پاددار آورشوت بیرون پا و بین ما 4 نفر کسی که بیشترین گل رو بزنه میتونه ادعا کنه که بهترین کاشته زن چالش امروزه. شروع کنیم با چالش اول که باید از سمت چپ زمین به صورت کاددار رو داخل پا کاشته بزنیم. واقعا جذاب و دیدنی این ضربه ها. بچه‌ها قبل از اینکه ضربه اولو بزنیم من یه توضیح راجع به مسئولیت خودم بدم که امروز من نیستم تو ویدیو متاسفانه. امروز خیلی هم عالی. بچه‌ها من تو ویدیو قبلی بود دقیقاً پیروز که ما ویدیو گرفتیم من میذارم اون تیکشو نمیدونم اون ویدیو بعد این میاد یا قبل این. من اومدم که شوت بزنم همه سنینگ من کش اومد تا 2 هفته نمیتونم فوتبال بازی کنم تا 3 هفته البته. برای اینکه این چند وقت درگیر فیزیوتراپی اینا هستم من این ویدیو رو نمیتونم هیچ ضربه‌ای بزنم. بریم بچه‌ها وظیفه‌ش اینه که ما فیلم بگیره فقط. من امروز فیلم بردارم. فیلم برداری؟ حالا بزن این گلو. Oh my god, Ronnie. وای نگفتم باز کن بزن. اولین ضربه به شکل فوق‌العاده زیبایی گل شد. خوب گرفت. قشنگ واقعا قشنگ. بعید نمیدونم شارژ کرد. هوارو شد. این گل آشا مطمئن. واو! این گله دیگه آقا دیگه تمام. خیلی خوب بود. آنتم خیلی سمت شوروی گرفتین آسان. نه قشنگ گفتم بالا شب به تیرک هم بخوره. به نظرتون ازی میتونه از آرشام جلو بزنه؟ مثل رونالدو زیر لب بیک زیش بگو زک گل شد. وای خیلی مسخره گل شد. خوب زد ولی. یعنی اونم میپرید فکر نکنم نمیرسید. آره قشنگ بود دوست داشتم. بچه‌ها هم دوست داشتن. از طرف بچه‌ها دست می‌زنم. ای با کچ کردی زاویه‌اشو بد کردی. اوه گل شد. اینو خیلی خوب زده. اینو راضی ام واقعا. مهندسی شده تونی کروز. بزن هتریک. اوه نه این هتریک نمیشه. خب عملکرد تا اینجا خوب بود ازی. 2 تا زدم. آره من امروز داورم. نفر بعدی. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ضربه و اتفاقای عجیب و فان حتما لایک کن و سابو بزن لطفا و بهمون انرژی بده چون آخر ویدیو نمیتونی حدس بزنی کی برنده چالش شده. لیونل علی مسی. میخوام که ثابت کنم شایسته این اسمم. وای اضافی داره میخره. این اگه تو چارچوب بود میشد ضربه ایستگاهی لیونل مسی نمیدونم به کجا. وای خورد شد. ویدیومون تموم شد. وای بچه‌ها ویدیو کنسل همینجا. این کنسلی این هفته وسط ویدیو. وای راست میگه. بچه‌ها این دومین ویدیویی که پشت سر هم داره ویدیو کنسل میشه. بچه‌ها دیوار داره. وای این به نظرم ربات صلیبیش پاره. این دیگه نقط و نقا شد. این دفعه برو بیرون دروازه کلا. ازی همون بیرون وایسا. برو پشت. اینجا بسر. اینو دیگه گل نکنی. وای گل نکرد. خداحافظی کن از فوتبال واقعا. بریم بچه‌ها هیچی. بریم واسه نقطه دوم. حالا میایم به وسط زمین و باید به صورت روی پا شوت بزنیم و یه جورایی ناکل و محکم باید بزنیم این کاشته رو. گل علی این استایل خطرناکه. اوه نه از آرشام ایستگاهی زن در نمیاد. خوبه بریم
اوه چقدر خیلی باز شدی. اوه خیلی بازی. ببین پایین‌تر به حرف ازی گوش کن. ازی کوچ خوبیه. مرغه استعداد داره تو هر زمینه‌ای. اوه این قشنگه. این دوست داشتم. میمونه بود. بدتر خورد شد. این دیگه تمام شد. این دیگه کلا خورد شد. خب بچه‌ها من همینجا وای میسم دیوار دفاعی بزن. از دید بچه‌ها میخوام دیوار دفاعی بگیرم. دیگه میز 1000 تیکه شده و مجبور شدیم کلا از ویدیو خارجش کنیم. خب بچه‌ها از اونجایی که زدیم میزو ترکوندن اینا، خود آرشام میره اونجا دیوار دفاعی. محکم ترین شوتی که میتونی بزنی و الان اجرا کن. چه پرید پایین؟ رو زمینی چرا؟ برای اینکه خالی نمونه جلومون یه صندلی گذاشتیم به عنوان دیوار. خیلی باحال میشه بجاره. راول ای وای گل شد. یه گل آروم و ریز زده زی. روی پا محکم مثلا شوت بزن محکم. وای 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 ازی از نبود دیوار دفاعی استفاده میکنه. ازی خیلی گل زدی امروز حس میکنم. 4 تا گل زد ازی الان صدر جدوله. هر دفعه یه ایده‌ای به سرمون میزد تا یه جوری دیوار دفاعی درست کنیم. بیا استرس میگیره بیا رونالدو با این ضربه چیکار میکنه؟ یار 7 وای خیلی خوب زد ولی بازم رید. بابا یه دونه گل میخوای. تو اینجوری شد توپ الکی خب اون به درد نمیخوره. اینجوری شد بعد بره تو گل. اینطوری رفت تو. آره نفهمیدم چی دارم برو تیرم اوه اصلا گل امروز نداریم. اگه 10 سانت سرور بلندتر بود علی انا آقای گل همه چالشو بود. آره اصلا وای میسم یه کجا انتقال کن بده میذاره وسط. وای زد بالاخره زد. از کجا رفت؟ گرفت انگار فرسترای سکوین زد. آره رو فقط ازی داره امروز واقعا آقایی میکنه. در نبود من بالاخره باید یکی جانشین هم بشه دیگه. امروز ازی به جوونا دارم فرصت میدم. امروز بریم واسه نقطه سوم. رسیدیم به نقطه آخر که واقعا جذابه و باید سعی کنیم با بیرون پا گل بزنیم. هم سخته هم چالشیه هم جذابه و آرشام شروع میکنه. Aguero! Staggering! Just staggering! خیلی خوب رفتیم. واقعا تمیز و قشنگ و زیبا. ما همینو میخوایم تو ویدیو ولی متاسفانه یه دونه شانسی بود دیگه نمیره. تا آخر ویدیو دیگه نمیره. وای خوب داری مینوازی. وای این خیلی خوب بود. یه برو واقعا خوب زدی. راستی هم زد آقا آرشام. آقای آبی پوش استقلالی. بچه‌های استقلالی قلب آبی. حست چیه که الان فعلا صدر جدولی؟ عالیه. و اینکه فکر نکنم دیگه کسی بهت برسه. عالیه. مدریش بلرد تو. کسی نه. بذار چی کنم؟ آنتن تو دست. آنتن تو تنظیم کنی از آنتنشو. تنظیم شد. الان اوه تنظیم کردی آنتنشو. من میگم اصلا ما تنظیم میشیم انگار. دیتا ترانسفر کردم. کورت یو اس بی شو. واقعا پورت یو اس بی شو زدی. میخوای یه دور دیگه هم بزنی؟ آره. دیتاش شاید این بار قوی تر چیز شه. باورم نمیشه که اینا تاثیر داره واقعا.
بچه‌ها همیشه یادتون باشه قبل ضربه ایستگاهی یا قبل شوت آرشام بیاد شما حرفی برای گفتن ندارم. میخوای آنتن اینم تنظیم کنی؟ بچه آره رو بدی پرو میشه. چی کرد؟ بلوتوث کرده. بزن وای امروز نگاه کن نبود من نگاه کن بهش گرمی دل نمیدم نگاه کن آره برادر برای برادر تو اصلا سیست وایس ببینم تو مگه بیرون پا نباید بزنی کلاس بگم. میخوام یه کلاس حضوری برات بزنم کارگاه بیرون پا بزن اینو میاد پا رو بیار بعدش بالا یه دونه بزنم خوب زد خدایی خوب زد پا رو بعدش بیار بالا که کاتش مشخصه که آرشام یه چیز سرشه چون تا حالا امتحان نکردم بلد نیستم پا رو دیگه اونقدر نیار بالا تو دیگه استعداد شوت نری بچه‌ها من داخل بزنم. بزن یه دونه داخل بزن بچه‌ها یه دونه به این آزادی بدیم ببینم با هر جا خواست بزنه اون دست شکست یه دقیقه سیس اینجوری گرفت. ازی درد برو ریاکشن درد بیفت زمین همینجا سبزک کاهو تسلیم میشه این آقای آبی چی داره؟ بلوبری هم همینجا میکشه کنار آقای بادمجون صدر جدول میگیره ازی بادمجون خب اول اینکه تبریک میگم بابت این بردت چه حسی داری که بالاخره تونستی تو ضربه ایستگاهی در نبوده باید ببری اولا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز بچه ها عالی بودن همگی ولی خوب